سلام دوستان، من تهمینه هستم و تصمیم گرفتیم که در یک مجموعه از ویدیوها درس‌های زبان فرانسه را همراه شما کار بکنم. البته باید بگویم که من خودم به تازگی شروع کردیم که زبان یاد بگیرم و چون که کورس یا مکتب نمیرم اینجا، تمامی درس‌ها را روزمره در خانه از طریق وبسایت‌ها، از طریق اپ‌های مختلف کار میکنم و کوشش میکنم که یاد بگیرم. پس اگر شما هم کسایی هستین که اصلا آشنایی امروزی زبان ندارین اما میخواین که یاد بگیرین، میتونیم روزمره با هم کار بکنیم و چیزایی را که من یاد میگیرم میتونم امروز شما هم به اشتراک کنم. خب دوستان، اولین درسی که من بر شما در نظر گرفتیم طبعا حروف الفبا هستک. پس از روی تصویر من کوشش میکنم که بر شما یک دفعه بخوانم و شما هم اگر میتونین بعد من تکرار کنین. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. خب دوستای عزیز، این بود الفبای زبان فرانسوی و امور رقم که دیدین و احساس کردین اونقدر تفاوت زیاد همراه الفبای انگلیسی نداره، اما چیزی را که میدانین و شاید زیاد در دور براتون شنیدین این است که ری در زبان فرانسوی زیادتر غی تلفظ میشن. اما وقتی که درسای ما بیشتر رفتک و زیادتر یاد گرفتیم، این موضوع بر ما روشن میشه. تا یک درس بعد و یک موضوع جدید شما را به خداوند پاک میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتون.